اول یک گپ براتون بگویم که ما که معلوماتی که در رابطه با موضوعاتی که در اینجا حرف میزنم، من معلومات زیاد بیرون نویس میکنم، با عکس مقصدم تلفنم میگیرم دیگه. متاسفانه که من تلفنم نوارده، یک گپ یادم اومد. امام رازی رحمه الله یکی از فیلسوفا و مفسرین جهان اسلام است. یک دیگه یک شخصیت بسیار برجسته است امام رازی رحمه الله. این میگه که من در زندگی کسی که مرا ساکت ساختگی، چوب ساختگی است، یک دوست میگه بود. یک جا میگه ما آمدم امرا با یک قافله حرکت میکنیم، این قافله تجارتی بیان. امروز یا من گرد شده بودم، من قدیم کتابا بود ایمی کتابایی که درسی که من از استادا میگرفتم و میخوندم نوشته میکردم، نوت بود، نوتای درسی من. خب یک جا آمدیم به قطعاتی دوزار سر خودیم، دوزار چیزی که اصل بود کلش گرفتن. از منم گرفتن کتابای ما، ملا کتاب داره و از دیگه چیزاش کلش گرفتن. گرفتن دیگه. ما در یک دشت خدا، در یک بیابان خدا به هیچ ماندیم. اهل قافله مرا گفتن یک آدم بزرگوار، آدم با شخصیت، آدم دانسته هستی، تو یک کار بکو، برو پیش می بزرگ می دزدا. امروز ما حرف بزن که لا اقل یک مقدار چیزی برای ما بده که ما رو تا یک آبادی برسانه. ما که بیخی چی نداریم. لا ما بگیم که یک کرایه موتر خود برای ما بده. میگفتم شما خب پشت کرایه موتر میگردی، اصلا خب کل علم ما بردیم. ما که سالها که درس خوندیم نوشته کردیم، چیزی در حافظه ما نیست. رفتم گفت پیش این کلان دوزا رو دیدم که یک عالم هست. گفت آدم یک عالم و این کلان دوزاست. مرا که دیگوش مرا شناخت. بعضی وقتها هست که مجبوریت های زندگی یا مجبوریت های روزگار یا مجبوریت های شرایط زمان، حاکمیت های زمان انسان رو به بعضی کارها چی میکنن؟ میکشانن. اما یک آدم مثلا یک آدم آرام و آرام بی ضرر باشی، یک آدم سرت عریضه بکنه چی میکنی؟ خب مجبور میشی که تو عریضه کنی. خب بری به حکومت، مثال بگیم، یا یک حکومت هر روز تحقیق کنه، خب مجبور هستی بری یک جا یا دوست شوید یا یک چیز شوی. مثال نه. این آدم هم شرایط زمان به تو دوزی را کشانده. امام رازی را که دید گفت چرا آمده؟ گفت آمدم به خاطر می که من خو یک ملا هستم، من تمام سرمایه و در کتابای من است. تو کتابای مرا گرفته ای. اگر تو کتابای مرا گرفته ای، امروز که به خود ببری، من دیگه یک آدم بیخی نافهم هستم که دیگه هیچ چیزی پیشم نیست. گویدوس مرا گفت شما علما خب برای مردم توصیه میکنه که علم یک سرمایه‌ای است که هیچ وقت انسان از انسان دور نمیشود. یک سرمایه‌ای است علم که هیچ وقتی از انسان چی نمیشود؟ دور نمیشود. وقتی که توصیه را شما برای مردم میکنی، چرا علم خود شما یک چیزی از گم میشود؟ تو چرا علم نخوندی، حفظ نکردی، یاد نگرفتی که امروز دو از توی را گرفته است و توی را فراموش نمیکردی؟ مت برابر حرف ازی باید چی کنم نداشتم بیخی. از اون بعد گفت تصمیم گرفتم، گفتم دیگه هیچ کتابی نیست که من او را بخوانم مگر او را چی میکنم؟ حفظش میکنم. دیگه از اون بعد گفت چیزی که متن است، شرح است، هر چی که خودم کلش حفظ کنم. گفت بشی. گفت نفرا را بخری. گفت بیا. نفرا را گفت خواست. گفت تو آدم تجارت چی داری؟ گفت من تجارت شتر دارم، صاحب اینمی شترها کلش از من تجارت میکنم. گفت تو تجارت شتر از این؟ گفت در چند تا شتر زکات است؟ گفت ولی نمیفهمم چند تا شتر زکات است؟ وجود درس شد. دیگه یه گفت تعریف. گفت تو تجارت چی است؟ گفت از ما ولی صاحب گاو، این گاوای گرفته کلش از من. گفت چه؟ گفت در چند تا گاو زکات است؟ گفت نمیفهمم. گفت را بشی. یک آدم دیگه تعریف گفت بیا. از تو چیز؟ گفت از من صاحب این زر و زیوراتی که گرفته این طلا و نقره کلش گفت از من است. گفت چقدر طلا و زکات است؟ گفت ولی نمیفهمم. گفت یک جامعه که تجار شتر به مقدار زکات در شتر نفهمد، تجار گاو به مقدار زکات در گاو نفهمد، از طلا به طلا نفهمد، در او تجار باید مالش چی بکنه؟ باید دوزی بکنه. در او تو جامعه باید دوست پیدا شود که بیاید این دوست دوزی بکنه. اگر تو زکات میدادی، تو زکات میدادی، ما چرا دوست میشدیم؟ ما خواست نیستیم نداری تو شده. آره بخیر بگوره.
آن حرفم سر زیری بود که من در جیبم گذاشتم دیدم چی در جیب من نیست. تقاضا یکی از این دوستای ما شما به می بود که ما در وقتی که جلساتی که داشتیم میگفت در رابطه با جادو، در رابطه با سحر یک برای ما چیزی گپ بزن. در رابطه با جادو واسه گفتم بگذار که می جلسات ما خلاص شد، در انو درسای ما که در رابطه با موضوعاتی که داشتیم خلاص شد، واسه در رابطه با جادو یک چیزی معلومات دیگه ان شاء الله دیگه چیزی که در توان بود و ما ان شاء الله میگویم. اول حرف براتون میگویم که پیش باز تعریفایی که میکنیم، گپایی که میزنیم، جادو یک چیزی است که توسط اسباب و علل و دلایل خفی و پنهان و پوشیده پیش می رود. اسبابش، عللش، مؤثریتش چیزی است که پشت پنهان است. تا او چیزی است که جز اونمو جادوگر و جز جادوش با مو طریقی که کس امو میفهمد و بس. و علمایی هم که در رابطه با جادو حرف زدن یا الحمدلله جادوگر نبودین یا هم دیگه اما چیزی است که برداشتایی که دارن، معلوماتی که زد کردین یا رو جمع کردین گفتین. گپم در سر از است که خود جادو و حقیقتش، واقعیتش چگونه گیزی یک چیزی است که پشت پنهان است. مؤثریتش که چطور مؤثر است یک چیز پشت پنهان است. اما لااقل آنچه که علما در رابطه با این گفتیم ان شاء الله العزیز ما چند هفته‌ای که دیگه نیاز بود من روی ازی براتون حرف میزنم، گپ میزنیم. اصلا معمولا موضوعات ما تو موضوعات درسی واری است، تبلیغی نیست. موضوعات درسی بعضی موضوعات ایجابی از زیر میکنه، اما وسطی که در خود دارد، اما دیگه فراخی که در خود دارد، پیچیدگیایی که در خود دارد، و بعد ما در چند هفته او حرف بزنیم که موضوع از چی شد دیگه شود بازتر شود. اول حرف ما در سر است که ما برش میگیم جادو در عربی از به نام سحر. سین ح ر برای سحر میگن. علما ترجمه سحر میکنن، میگن که سحر در زبان عربی اطلاق میشد بر چیزی که علل و اسباب از او چی است؟ پوشیده است. اطلاق از سحر به چیزی میشه که علل و اسبابی از او مخفی است، پشت پنهان است. دیگه در زبان عربی سحر به امی چیز استفاده میشه. هر چیزی که علت از او، اسباب از او پشت پنهان بوده باشه، او را عربا میگن چه؟ سحر میگن. برش سحر میگن. حدیث پیغمبر ما با امین صلی الله علیه و سلم میگه ان من البیان لسحر. بعضی از بیانها، گفتارها دیگه چه قسمی است که این سحر است و این جادو است، جادوگونه است. معنیش به این است که بعضی از کسها چنان حرف میزنن و چنان گپ میزنن که پروردگار دی اینمی حرف از یا اینمی گپ از یا در شیوه تکلم از یا این تو یک تاثیر انداخته است که در قلب مخاطبین چی میکنه؟ نفوذ میکنه، جلب مخاطب میکنه، از اثر در سر مخاطب میکنه، مسیر یک مخاطب، جهت یک مخاطب، راه و روش یک مخاطب چی میکنه؟ تغییر میده. اینمی حرف که در قلب یک آدم تاثیر میکنه و تاثیر از این قسمی میشه که دیگه قلب از او آدم متاثر میشد، این میره بس یک نوع از علمی است. چطور تاثیر میکنه؟ چه قسم تاثیر میکنه؟ با چه شیوه؟ پس این یک چیز پشت پنهان است. ما و شما در زبان عربی سحری پس شوی رو میگوید. در زبان عربی میگیم چی؟ سحری. در زبان عربی پس شوی سحری میگوید. این سحری بسیار چیزی است که انسان در تاریکی شب، در دل شب میخیزه، یک مقدار نان یا طعام یا آب کس او را دیگه میخورد و از او استفاده میکنه. پس اما اون سحری هم در تاریکی است دیگه، در تاریکی است. لیکن اطلاق سحر در زبان در چیز از لحاظ شرع ابوبکر جساس تفسیر داره به نام احکام القرآن و امام رازی رحمه الله یا یک قسم تعریفش میکنن، تقریبا قسم تعریف میکنن که تعریف از یا به معنای لغویش بسیار کم فرق دارد و اینو میگویند
سحر چیزی است که امو گپ که علل و اسباب از او پنهان است. پنهان است. تصورش خلاف حقیقتش است. با تصور از او این برداشت انسانها که از سحر دارن، برداشت انسانها، این خلاف حقیقتش است. خلاف حقیقت. آنچه که تو برداشت از سحر داری، از جادو داری، در ظاهر آنچه که سحر انجام میده حقیقت این نیست، واقعیت این نیست. حرف از جابوی است که علت و اسباب از سحر پنهان است. تصور از سحر و از جادو خلاف حقیقتش است. خلاف حقیقتش است. این تو براتان بگویم، مثال براتان بگویم. وقتی که یک شعبده باز، یک مداری کارهای انجام میده، ما ظاهر یک قسم رو میبینیم، لیکن واقعیت که اون نیست. بعضی وقت در دهن خود دمی کابل که میبینیم در چیز در پارک زرنگار سابقه ها میتونی میگوید. در پاکستان هم این گپا زیاد است. جادوگران رو ببینید که عجیب کارا میکنن. آدم یک چیز میبینه، درست است، لیکن واقعیت چیز دیگه ای است. واقعیت چیز دیگه ای است. یک آدم میبینه، میگه یک آدم بود یک جا گاو استاد کرده بود، گاو استاد کرده بود، از پشت گاو داخل میشد، به دهن گاو میبرامد. مردم میدید از دهن گاو داخل میشد، به پشت گاو بیرون میشد. مردم عجیب میگه ولی چی توری است. کدام دونه جادوگر دیگه دمی محفل بود از همین مداری ایره بند کرد. وقتی که بند کرد دیگه این آدم از قاط پای گاو داخل میشه و پیش روی گاو میبره. اما در چشم مردم، در نظر مردم این تو وانمود میشه که آدم گویا که آدم اینطوری کرده، از دهن گاو داخل میشه و پشت گاو چی میشه. پس تصور از جادو خلاف از چیش است؟ از حقیقتش هست. حقیقتش یک چیز دیگه است. این دو عالم ایتو میگه. امام شامی رحمه الله باز ایتو یک تعریف میکنه جادو را. میگه جادو علم است. علم است. حاشیه ابن عابدین ایتو امام شامی رحمه الله میگه که جادو یک علمی است که توسط از این علم برای انسان یک ملکه پیدا میشد، یک قدرت پیدا میشد، یک توانایی پیدا میشد، یک نیرو پیدا میشد که توسط امون نیروی نفسانی کارهایی میکنه که عجب برانگیز است، تعجب آور است. اما علت اسبابش پت و پنهان است، ما نمیفهمیم. جادو خودش میگه یک علم است. وقتی که تو اینمی علم میخونی، در وجود تو یک ملکه پیدا میشد، یک قدرت پیدا میشد، یک قوت پیدا میشد، یک نیرو پیدا میشد، یک توانمندی پیدا میشد که تو توسط امو قدرت و امو نیروی درونی یک کارهایی را انجام میدی که کارهای چیست؟ عجب برانگیز، تعجب آور، عجیب و غریب. یک در هوا پرواز میکنی، در سر بحر راه میروی، آتش از دهنت میبراید، کار در سر چیز میمونی، در سر گاز میمونی، گاز باشه در زبان جغس میکنه، لیکن زبانت هیچ نمیسوزه، زبانت هیچ نمیه. لیکن علتش، اسبابش پت و پنهان است. ما نمیفهمیم که این چطور تاثیر میکنه، چطور دیگه چشم ما بند است که یک آدم کار را در سر گاز میمونه، کار سرخ میگرده، در زبان خود کشش میکنه، زبانش جغس میکنه، لیکن زبانش نمیسوزه. ما اینو نمیفهمیم. علت اسبابش چی است؟ اما این علم است. امام شامی رحمه الله امی میگوید. عین گپ دیگه میگه، دیگه ابن قدامه رحمه الله امی یک چیز میکنه. پس معنا به این شد که جادو یک علمی است که وقتی که علم میخونید برای تو یک قوت درونی پیدا میشد که توسط از این قوت درونی کارهای تعجب آور انجام میدی. این تو کارهای تعجب آوری که علت و اسبابش برای کس معلوم نیست. خود جادوگر هم میره نمیفهمه که من امی کار کردم، امی تاثیر کرد، چون تاثیر کرد، علت در کجا است، حکمت در کجا، خود از هم ایره نمیفهمه. خب اینمی کارا بکن این تو میشود، اینمی کارا بکن چطور میشود، ولی خود اوشه باز من نمیفهمم که چطور میشود. اما علت مثلا یک آدم میگه من چشمی شدم، درست است، چشم زدگی است. خب چشم در یک چیز تاثیر داره، اثر داره، درسته؟ این تاثیر چیز در چیز چی است؟ از این کدوم بم خارج می شود؟ از این کدوم مرمی خارج می شود؟ این را کس نمیفهمه. اما اینمی چشم تاثیر میکنه در یک چیز که
یک چیز از بین میبرد، نیست و نابودش میکند. لیکن علت و اسباب ازی چی است؟ خفیه است. مار طرف یک زن حامله میگه سیل بکنه، بعضی از ماره هاست زن میگه صدق جنین میکند، صدق جنین میکند. چرا؟ کم دستش نیم، صرف طرفش سیل کده. باز این علما میگه که از چشم زنن چشمی که چشمیگر است، از این یک میکروب بیرون میشود. چطور میکروب بیرون میشه؟ ما چرا میکروب نمیبینیم؟ اون فقط میره در چیست؟ در وجود امون نفر، مثل بلوتوت واره که امروزه روز است، یا مثل دیگه واره زپیا واره، یا مثل دیگه واره ایمیل گپ سخن، این تو یک چیز دیگه بیرون میشود. خب گپ در سریز که جادو هم این تو یک علمی است که ملکه بر انسان رخ میده که توسط کارهای ناآشنا را انجام میده، اما علت و اسبابش است پنهان است. این جادوست. آن گپ دایی است که جادو از محققین و علما میگویند که بعضش حرف اعتقاد به است که از پیدایش بشریت تا که از امروزه روز تا که دنیا از جادو با یا امراه است. قطع زیاد است. اما بعضی از علما میگن که دیگه نه، تاریخ از جادو تاریخ از بشریت احتوا نمی کند. تقریبا این تو آیت قرآن شریف به این میگه که و کذالک ما اتى الذین من قبلک من رسول الا قالوا به ساحر او مجنون. میگه او پیغمبر پیش از تو هر پیغمبری که آمد است، هر پیغمبر قومش برش گفتین که تو ساحر هستی و تو چی هستی؟ از ایش خودش ریشه یا قدامت از جادو معلوم می شود که هر پیغمبری که آمد است قوم برش گفتین که تو جادوگر هستی، تو کارهایی میکنی که بیخی تعجب آور است. این کار انسان چی است؟ انسان جادوگر است. واسه من براتون میگم که فرق بین جادوگر، بین دیگه او چیز ولی و بین چیز پیغمبر کم شما براتون میگم. خب اینجا بسر قدامت جادو که از قدامت جادو اصل دیگه شرکیات که شروع شدگی است، دعوت بشریت که شروع شده است از زمان نوح، در برابر به خاطر توحید شروع شده است، از زمان نوح علیه السلام شروع شده است. علما میگن که علمی از زمان نوح علیه السلام ادامه پیدا کرده است. از آیت همین چیز معلوم می شود. ما اتى الذین من قبلک من رسول الا قالوا به ساحر او مجنون. از علمی شروع شدگی است. بزرگترین یا دیگه تمدن از بشریت از بابلیا شروع شده است. از بابل ساحلی است که در ساحل منطقی است که در ساحل رود فرات رود از دریای دجله چی است در عراق است، خیلی مشهور است. در این ساحل زیاد به نام بابل ما بارها شنیدیم، اگرچه فعلا این ساحل و ایران است، لیکن آثار از آبادی، آثار از تمدن، آثار از زندگی در این منطقه خیلی مشهور است. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. به بابل هاروت و ماروت. این آیت قرآن شریفی است که این آیت قرآن شریف به این میرساند که ما دو ملک روان کرده بودیم به خاطر امتحان بر مردم بابل که این ملک ها هاروت و ماروت بودند. پس معلوم است که ادامه آیت به است که در این منطقه چه از جادو است. از اینجا بودگی است که انشاءالله سرزی هم براتون گپ میزنم. حالا به گپ ما سرزی است که آغاز تمدن از نوح علیه السلام به بعد فقط مشهور است به بابلیا و قرآن کریم ایش صراحت به این داره که برای مردمای بابل پروردگار ملک رای میکنه و این ملک برای مردم بینان امتحان میروه و اینجا مسئله جادو است. علمی از جادو است. حقیقت چطوری است؟ با سر خود آیت تحقیق براتون میکنه ان شاء الله. از این طرف مردم ایرانی ها هستن. تفسیر جساس رحمه الله نوشته میکنه تمدن از فارس است. این نوشته میکنه که مردمای ایران در اول این مردم مؤمن بودن، مردم مسلمان بودن. تفسیر جساسی نوشته میکنه دیگه ابوبکر جساس رحمه الله. اما پسان در بین مردم آتش پرستی پیدا شد. آتش پرستی اما اول آغاز از یا آنچه که
دیگه ابوبکر جساس رحمه الله میگه که این مردم موحد بودن، مؤمن بودن. پس آن در بین ازا آتش پرستی پیدا شد. باز بعد از این در بین ازا مسئله جادو آمد. رستم فرحزاد بسیار پهلوان مشهور از این مردم است به اندازه. ابن کثیر رحمه الله در تاریخ خود نوشته میکنه بدایه و نهایه که این رستم فرحزاد فال میدید. فال یک بخش از جادوگری است. که مسئله این فال و فالبازی و کتاب بینی و امی یک بخش ازی است که اینجا هم بخیر انشاءالله با براتون میگیم. این فال میدید و با اساس فال خود در جنگ پیش میرفت. جنگ قادسیه یک جنگ بسیار مشهور است که در بین اسلام و در بین مشرکین فارس ساسانیا صورت گرفته است، در بین ازیا که در این جنگ ایرانی یکی است، رستم است. دیگه در این جنگ خود رستم که فال خود میدید به اساس فالش هیچ سازگار واقع نمیشد این جنگ برش. 4 ماه این جنگ به تاخیر انداخته است که رستم 4 ماه. هرچی که فال میده فالش برابر نمیده. هرچی که فال میده فالش برابر نمیده. بعضی وقت که آدمی که ایتو وحشت بکنه که بترسه، آدم دیگه چیز آن رو که وحشت بکنه بازو وقت عصای خودم چی میکنه؟ میترسه. کدام آدم ما شما در سر سیری رفته بود سابقا ما خود بودیم سر سیری که رفته بود ای که ماتوشه و او میزنه بره خدم سر شانه خود که میندازه یعنی میگه یک سوده بالا شد که یک دفعه که میگریزه تو خونه که پس میگه که یک آدم پشت میدوه تا که میدازه میگه میدوه تا خانه میرسه که میگه یک عالم هستی من از سر سیری تا یه دوفتون اون سایش بوده تا یه دو. خب گپ سر اینه که امی آدم وحشتناک دیگه عقل خدا، فکر خدا، هوش خدا دست میده. جنگ قادسیه جنگ از چی از یک منطقه از دیگه از عراق است. بسیار جنگ مشهور است که با یا شکست خودم دیگه رستم از بین رفت. خب گپ در سر از این است که در بین از ایرانیا در او زمان امی سیر و ساحری و جادو و جادوگری در بین ازیا رواج بود. بیرق ازیا به نام درفش است. خود بیرق ازیا بود. در او خود علما میگن که در او یک قسم چیز است دیگه علامات از یک شکلیاتی که داره شکلیات از جادوگری است. شکلیات از جادوگری زمان هند که در جادوگری تا هنوز مشهور است. یکی از تمدن‌های بسیار پیشرفته در جهان تمدن کی است؟ هند است. هند عالی هم در جادوگری خود تا امروز روزم این مردم پابرجا به جادوگری هستند. دنیای غرب یا اروپای امروزی شبکه از فیلمسازی از که در جهان مشهور است چی است؟ هالیوود است نه؟ هالیوود دیگه چوب مقدس میگوید نه؟ یا در رأس از یهودیا هستن. یهودیاست. هالیوود دیگه وود چوب میگوید نه؟ که این معنیش است که چوب مقدس که این عصای موسی علیه السلام. این نامگذاری کردیم به همین. در رأس از تیم ازیا امی دیگه است. یهودیا هستن نقش بسیار فراوان دارن. اکثر فیلمای ازیا را که ببینید اکثر ازیا وحشتناک از جادو و جادوگری است. جادو و جادوگری در ایرانی بی اندازه نقش دارد. فراسامون چی سانا فراسامون میگن یارم فراماسامون فراماسون نه یا فراماسونری است. ایت یک نام داره به نام شیطان پرستا هستن یا این تو یک گروهی هستن که تا به امروز روز یا هم از امروز زمان تا به امروز روز اعتقاد باور و عقیده یا به جادو و جادوگری که این مسئله جادو و جادوگری خودن یا برفیرن در تصویر کشیدگی هستن. در تصویر که اکثر چیز که فیلمایی که یا جور میکنن ببینه که نقش جادو و جادوگری به زنده است. پس آل حرف در سر ازی است که دیگه جادو این تو یک چیز است
و علمی تو یک قدامت داره. مسئله مصر باستان که خیلی راست میگه یا پیشمون، مسئله مصر باستان که خیلی مشهور است که موسی علیه السلام از همراه با که با فرعون و همراه با جادوگرا. این داستانش که الحمدلله برای کل ما معلوم است. پس علم جادو یک قدامت تاریخی داره که تقریبا چیزی کم با پیدایش از انسان‌های دیگه است. آن سر میخوره قدامت از این. پس اینا حرف در سر است که پشت از جادو کی است؟ پشت جادو کی است؟ نیروی قوی و مؤثر در پشت جادو کی است و او چی است؟ و او چطور به دست میآید؟ ان شاء الله عزیز بازدهی هفته بعدی ان شاء الله گپ میزنیم. صلی الله علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین.